وارد ربات همستر شدیم، گزینه پلی رو میزنیم که وارد بازی بشه یا وارد همون ربات همستر بشه. بعضی موقع دیر میاد، بعضی موقع سریع میاد. الان میبینید رودمپ نوشته، یعنی نقشه راه که در طول این مسیر قراره چه کارا انجام بده این پروژه. خب میبینید که یه مقداری برای من ماین کرده یا استخراج کرده به طور خودکار. خب وقتی که روی دایره یا روی عکس کلیک کنیم، یا دو انگشتی سه انگشتی فرق نداره، اون مخزن ما که 9500 تا جا داره برای ما ماین میکنه. برای شما شاید مخزنتون 5000 تا باشه، 500 تا باشه، 1000 تا باشه. برای اینکه بخواید مخزن رو تعدادش رو ببرید بالا، یه گزینه هست که این بغلش موشک نوشته بوست، روی این کلیک میکنید و برای اینکه مخزن رو ببرید بالا روی انرژی لیمیتد میزنید که عکس باتری هست. برای اینکه کلیک هایی که داره میکنید تعداد شمارشش بیشتر باشه، نگاه کنید برای من الان 14 تاییه که در این گزینه در این گوشه نوشته 14 تایی. برای اینکه این کلیک ها رو ببریم بالا، مولتی تپ رو میزنیم که کلیک ها میره بالا، که برای من لول 7. فول انرژی هم که احتمالا میدونید چیه، وقتی که این 9500 تا کلا ماین کردیم یا استخراج کردیم به طور کل تموم شد، دیگه صبر نمی کنیم که پر بشه، میایم اینجا این فول انرژی رو میزنیم، آن واحد همون لحظه پر میشه. خب یه گزینه هم میمونه توربو که هنوز فعال نشده، در آینده قراره فعال بشه. وقتی که اینا رو بزنید لولاتون عوض میشه. میبینید که اینجا لول بندیه. برم از لول اول. لول اول اینه. اگه عکسش هم برای ما بالا بیاد، که عکس فعلا بالا نمیاد. خب این لولا همینطوری طبق مراتب میره بالاتر که لول آخر لول 9 هستش. خب از این بخش سمت راست بالا میبینید که یه صرافی تعریف شده، بینگیکس آبی هم هست. روش کلیک میکنید. اینجا برای شما هیچ صرافی تعریف نشده. از قسمت دوم، اولی که زبان بازیه یا زبان این رباته که میتونید انتخاب کنید رو انگلیش بذارید بمونه. دومی صرافیه که میبینید برای من بینگیکس تیک خورده. هر صرافی که دوست داشته باشید میتونید انتخاب کنید که من بینگیکس انتخاب کردم. از اینجا هم بس برای صرافی. خب گزینه بعدی که داره، بریم صفحه بعدش. ماین از اون قسمت پایینی داره به شما نشون میدم، گزینه ماین که یه کلنگه. خب از این قسمت میاد احتمال خیلی زیاد اگه تازه وارد باشید کارتا بر شما قفله، یعنی این کارتایی که میبینید بر شما بعضیاش قفله. به این صورت نگاه کنید، به این صورت قفل. و این یه صفحه دیگه هست پی آر، اینجا نمیشه پی آر. اینجا هم یه صفحه کارتا موجوده. یه صفحه دیگه هست لیگا یا لیگ. خب میبینید اینجا هم یه سری کارت هست و یه قسمت هم آخر هست. این قسمت آخر کارتایی که ما خریداری میکنیم. خب این کارتایی که من خریداری کردم. قسمت وسط اومده کارتایی که جدید اومده که خریداری کنیم، که میبینید کارتی نیومده. این قسمت هم کارتایی که اومده متاسفانه ما نتونستیم خرید کنیم، دیگه تاریخش گذشته و ما خرید نکردیم، که من این 6 تا از دستم در رفت، یعنی نتونستم خریداری کنم. خب پس تا اینجا با این 4 تا بخش آشنا شدید. تو بخش چهارم 3 تا گزینه هم بس هست، کارتای من، کارتای جدید و کارتایی که دیگه تاریخش گذشته و دیگه نمیتونیم خریداری کنیم. خب پس کارتایی که میاد حتما خریداری کنید که خیلی مهمه. حالا قسمت اول مارکت. این قسمت مارکت میبینید که یه سری کارت ها هست که با فعال کنید. وقتی که شما این کارت رو فعال میکنید، به فرض مثال من یه کارت لول پایین میخوام، مثلا این لول 1. وقتی که من این کارت رو بخوام فعال کنم به لول 2 ببرم، اونجا بالا مینویسه پر، یعنی در ساعت 417 تا برای من میاد روی معادنم. اینجا میبینید زده 400 این قسمت زده 443,000. وقتی حروف K اومده یعنی 1000. M بیاد انگلیسی یعنی میلیون. خب
وقتی که این گزینه اومده یعنی 443,000 در ساعت ماین میکنه. خب اولین نکته، آیا این همینطوری برای ما وقتی نباشیم ماین میکنه؟ خیر، تا 3 ساعت فقط ماین میکنه، بعد از 3 ساعت دیگه ماین نمیکنه. یعنی تا 3 ساعت ماین میکنه، 4 ساعت بشه دیگه ماین متوقف میشه، ماین نمیکنه تا شما بیاین اون 3 ساعت رو بردارید دوباره از اول وقتی برید 3 ساعت برای شما ماین میکنه. پس پیشنهاد ما اینه که وقتی که این عددتون رو بردید بالا، هر 3 ساعت بیاین داخل این ربات اون ماینتون رو بگیرید که بیشتر برای شما ماین کنه. این نکته اول بود که خیلی ها نمیدونستن چند ساعت به چند ساعت، فکر میکردن مثل ربات های دیگه مثلا 12 ساعته، 24 ساعته یا مثلا 8 ساعته. نه، این 3 ساعته. خب نکته بعدی، بعضی کارت ها میبینید خاموشه، بعضی کارت ها خاموشه، باید این کارت ها رو روشن کنیم. چطوری روشن کنیم؟ بذارید یک کارت برای شما بیارم که خاموش باشه. خب میبینید که اینجا یک کارتی هست خاموش. خب من نمیتونم این لولش رو برم بالا. این گوشه که بذارید من اینو بردارم، قلم ندارم از این استفاده. این گوشه نوشته CEO لول 5. یعنی برای اینکه این کارت باز بشه ما باید کارت CEO لولش رو بکنیم 5، پیدا کنیم، بعد لولش رو بکنیم 5. خب ما میگردیم کارت CEO رو پیدا میکنیم، میبینیم که این قسمت کارت CEO این قسمت، میبینید که CEO پیدا کردیم، لولش 2، با اینو بکنیم لول 5 که این کارت باز بشه. حالا ما انجام میدیم، لول 3 شد، لول 4 شد و لول 5 شد که میبینید این کارت باز شد. پس یه سری کارت هایی که قفل هست پیش نیاز داره، مثلا میگه آقا شما این کارت رو پیدا کن برسون به لول 7 تا این کارت برای شما باز بشه. خب حالا ما برای چی اصلا داره اینا رو فعال میکنیم، لولاشون میبریم بالا؟ وقتی که این کارت ها رو ما خریداری میکنیم یعنی فعال میکنیم، لولشون میبریم بالا، بهتون گفتم الان این 249,000 نیاز داره که 180 تا دونه در ساعت به ما بده. ما این کارت ها رو میبریم بالا لولاشونو که الان برای من رسیده به 443,000 تا. یعنی من اگه 3 ساعت بعد بیام 1,000,000 خورده‌ای برای من ماین کرده، 1,000,000 خورده‌ای خودکار خودش برای من استخراج کرده به طور خودکار. و یه نکته هست که گفتم پایان میگم در مورد اینایی که خیلی مهمه، تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. پس تا اینجا یاد گرفتید پیش نیاز. جدیدن خودشون اومدن چیکار کردن؟ 3 تا گزینه گذاشتن، 3 تا گزینه که علامت سوال داره. گفتن روزانه به شما دیلی کامبو یا کامبو فرق نداره، به شما 3 تا کارت رو پیدا کنید یه لول ببرید بالا، نیازی بکشید اونجا. خیلی پرسیدن چطوری ما بکشیم اونجا، نیاز به کشیدن نیست. 3 تا کارت رو پیدا کنید که یه لول ارتقا بدید که اونجا فعال بشه. الان من از قبل کارت رو پیدا کردم و شما هم نیاز نیست بگردید کارت رو پیدا کنید، یعنی همه کارت رو به لول اپ کنید یا یه لول ببرید بالا تا پیدا کنید. من داخل کانال تلگرام میذارم، هر موقع اینا بیاد سریع 3 داخل کانال تلگرام 3 تا عکسشو میذارم که امروز هم گذاشتم، دیروز هم گذاشته بودم که میتونید راحت اونجا ببینید، یه لول ببرید بالا و این 5 میلیون رو به دست بیارید. خب حالا من کارت ها رو که میدونم چی، یه دونه از کارت ها اینه که لول اپ کنم، ببینید یه دونه لول اپ میکنم میگه اولی رو شما برنده شدید گرفتید. خب این از دومین کارتی که باید لول اپ بکنیم، این کارت رو نگاه کنید. دومین کارت یه کارت شبیه اینجا، این قرمزه که 1,000,000 خورده، چون که من لولشو بردم بالا برای من 1,000,000 خورده. اگه شما لول 1 باشید یا لول 2 باشید چیز خاصی نمیگیره. این کارت رو یه لول اپ میکنیم، میبینید که دومیش تیک میخوره. یه دونم یه کارت دیگه هم هست که اونم اوکی کنم، میریم داخل این قسمت لیگا، اگه اشتباه نکنم UAE. خب میبینید که 3 تا کارت رو ما پیدا کردیم
یه لول آپ کردیم، یعنی یه دونه لولش رو بردیم بالا و 5 میلیون ما سکه دریافت کردیم که شد 105 میلیون. خب این برای امروز شد. یعنی هر روز ساعت 3:30 بعد ظهر یا ظهر 3:30 بعد ظهر رسید میشه، یعنی کارتای جدید میاد. پس تا ساعت 3:30 بعد ظهر مهلت دارید. این هم از اینجا که خودش هم بالا تایم گذاشته، گفته اینقدر تایم دیگه شما نگاه کن، اینقدر تایم دیگه مونده تا کارت بعدی ما بذارید. حالا یه نکته که خودشون گفتن که خیلی جالب بود، این من روی مانیتور میخونم، میخوام دقیق بخونم که متوجه بشید، خیلی مهمه. اول اینکه شبکه اجتماعیشون توی یوتیوب توی کمتر از 26 ساعت به 1 میلیون سابسکرایب رسید، یعنی لوح طلایی با هم گرفت که یه رکورد فوق العاده ایه. بعد یه دونه خبری گذاشتن جدیدن که اینو برای شما میخونم که خیلی مهمه که این خبرها رو داشته باشید. گفتن که ترکیب جدید روزانه همکنون در دسترس است. همین ترکیبا رو میگه دوستان عزیز، میخوایم توضیح بدیم که چرا این ویژگی رو اضافه کردیم و چگونه در آینده پیشرفت خواهد کرد این ویژگی ها. میگه این ترکیب روزانه شما رو تشویق میکنه که دوستای بیشتری پیدا کنید تا با هم دیگه همکاری کنید که این کارتا رو پیدا بکنید. خب این یه دونه و به ما کمک کند تا به بزرگترین و متعهدترین انجمن در دنیای رمز ارز تبدیل بشیم. میگه خانواده همستر یک نیروی واقعیه و ما به زودی وارد بازار خواهیم شد، یعنی به زودی حالا لانچ میشه، توکنی یه چیزیش لانچ میشه و وارد بازار میشه. اینا به کنار، میگه وقتی که ما اینو آوردیم یه فرصتی دادیم برای کسایی که تازه واردن، یعنی تا الان شرکت نکردی شما که داری ویدیو نگاه میکنی یا یه هفته شرکت کردی، میگه ما اینو آوردیم که سریع سکات بره بالا. آیا سکه مهمه یا نه؟ انتهای ویدیو میگه که یه فرصتی بدیم که سکاتون بره بالا تا منابع خودتونو، معادن و منابع خودتونو ببرید بالا. از معدن، منظورش از معدن اینه، نگاه کنید، منظورش از معدن اینه، این معدن. وقتی ما نیستیم معدن داره اوکی میکنه دیگه، برای ما ماین میکنه. این معدنه که این معدن تو ببری بالا. معدن چطوری میتونی ببری بالا؟ با لول اپ کردن کارتا، یعنی بری یک کارتای جدید بخری یا کارتایی که داخل اینجا هست. این قسمت ماینینگ پایین میزنه، این 4 تا بخش که کارت هست، از این 4 تا بخش کارتاتو لولاشو ببری بالا. که فرصت دادیم که کارتاتون رو ببرید بالا، معادنتون رو ببرید بالا تا سرمایه خوبی به دست بیارید. میگه همسترهای با تجربه یا کسایی که کهنه‌کار هستن یا قدیمی هستن داخل این، میگه ما برای شما هم ارزش قائلیم و از شما میخوایم که به کسایی که تازه وارد شدن کمک کنید و راهنمایی کنید. ما یه خانواده بزرگ هستیم و هرچه تعداد ما بیشتر بشه تاثیر بیشتر خواهد گذاشت. روی چی؟ روی قیمت. خب و میگه کسایی هم که این کامبوها رو، این ترکیبا رو میگه کلا از دست نهاده باشن، یعنی از اول تا آخر همشون حدس بزنن و همشون اوکی کنن، یه جایزه خفن هم برای اونا در نظر داریم. پس این خبری بود که خودشون گفته بودن، پس اینو در نظر داشته باشید. پس خبر خیلی مهمی. دوم اینکه یوتیوبشون رو حتما سابسکرایب کنید. نگاه کنید از این قسمت میزنید یوتیوب، نگاه کنید از این قسمت ببینید که یوتیوب، من الان بخوام یه لول ببرم بالا نمیشه جوین بزنید میره داخل یوتیوبش، یا از فکر کنم روی لینکش هم بزنم میره. کانالشون سابسکرایب کنید، بعد از اونجا هم اخباراشون رو دنبال کنید. منم داخل چنل تلگرام حتما میذارم اخبارهای جدیدو. و اینکه چه چیزایی میمونه، بعضیا میگن ما نمیتونیم یه سری چیزا رو بگیم به غیر اینکه پیش نیاز داره کارتا رو که شما یاد گرفتید. یه سریا هست، نمیدونم میتونم پیدا کنم یا نه، یه سریا هست به جای این که مثلا این کارت رو ببینید، به جایی که اینجا بنویسه فلان کارت لول فلان، نوشته فرند 7، یعنی شما با 7 تا فرند بیارید، 7 تا دوست بیارید، مثلا 5 تا دوست بیارید. نوشته الان برای همین کارتی که امروز ما اومدیم کامبوشو گرفتیم، این کارت وسطی بذارید،
همین کارت وسطی باید 9 نفر شما دوست بیارید. کسایی که 9 نفر بتونن دوست بیارن توی این مدت، یا فرند بیارن یا اون لینک رفرالشون رو بدن دوستای خودشون رو بیارن، میتونن این کارت رو فعال کنن، وگرنه کارتشون خاموشه. حالا فرند از کجا بیارید؟ این قسمت وسط پایین اینجا گزینه فرند هست. وقتی که این گزینه فرند رو میزنید، از این نوشته اینوایت فرند رو بزنید، هم لینک بر شما میاد، هم از این دوتا مربع رو میبینید، این مربع اینو بزنید، لینک شما کپی میشه و میتونید اون لینک رو برای دوستاتون بفرست. یه خبر خوب بهتون بدم، کسایی که دارین ویدیو رو نگاه میکنن داخل چنل مستر وب هستن، از ما حمایت میکنن. میخوام کسایی که فرند خواست، یعنی برای این کارت فرند خواست یا کارت های بعدی که در روزهای آتی فرند خواست، کسایی که ببینم داخل کانال تلگرام فعال هستن، مثلا پیام‌های ما رو فوروارد میکنن برای دوستاشون، برای خانوادهشون، به طور کلی فعال هستن و فعالیت میکنن، خودم بهشون پیام میدم یا به ادمین میگم پیام بدن و لینک رفرالشون رو میگیرم داخل کانال خودم میذارم که 5 نفر یا 10 نفر عضو کانالشون بشن، عضو همین رباتشون بشن، که کارت هایی که نیازمند افراد هستن رو باز کنن و بتونن این 5 میلیون ها رو بگیرن. در ضمن فقط این 5 میلیون هم نیست، گفتن که تمام این کامبوها رو از اول تا آخر داشته باشید یه جایزه خفن هم به شما داده میشه. خب اینم از این. میریم داخل قسمت ارن میشیم، میبینید که یه قسمت داره ارن. از این قسمت ارن اینم گذاشتم جلوی شما انجام بدم. گزینه اول نمیشه دیلی ریوارد. خب میشه روزانه بیاین جوایزتون رو بگیریم. روزانه روز اول تا روز دهم داره. یک روز نیاین دوباره میاد روز اول. یعنی امروز من روز اولمو میگیرم، فردا روز دوم، سوم روز نمیگیرم، چهارمین روز بخوام بیام میاد دوباره روز اول. پس باید 10 روز پشت سر هم بیاین ریوارداتون یا جایزه‌هاتون رو بگیرید. روز اول 500 تا دونه، روز دوم 1000 تا، روز سوم 2500 تا، حالا بقیه رو کار نه، روز دهم 5 میلیون. جمعش اینجا نوشته اگه تو 10 روز پشت سر هم بیاین شما 6 میلیون و 649 هزار سکه دارید. از اون برم که داره روزانه به شما 5 میلیون سکه میده. خودشون هم اومدن گفتن ما قصد داریم در روزهای آتی سکه اون 5 میلیون رو ببریم بالاتر. پس از این قسمت هم شما ریواردتون میگیرید. این قسمت هم یه سری تسکا داره نوشته تسک لیست، که میرید داخل مثلا کانالش عضو میشید، داخل توییتر هم مشکلی نداره، روش بزنید، وقتی رفت تو توییتر، رفت تو سایت بک بزنید یا بیایم عقب، اینجا تیک میخوره. و گزینه اون خرسه هم که داره میبینید میگه صرافی تعیین کنید، که صرافی هم اول ویدیو بهتون گفتم چطوری. پایین هم نوشته 3 تا دوست بیارید 25000 بگیرید. اولی که کانال خودشونه خیلی نمیتونن عضو بشن، چون که تعداد عضو اون کانال خیلیه. فکر کنم آخرین باری که من دیدم 15 میلیون بود، 15-16 میلیون بود. تون داره عضو میشه. و شما برای اینکه بعضی کارت ها رو بگیرید باید عضو باشید. من لینکشو میذارم، یه لینک مستقیم میذارم که راحت بتونید عضو بشید. داخل اون لینک های تپ سواب هم هست، لینک های جای مختلف هم هست که وقتی اونو بزنید همه لینک ها میاد. لینک جدا نمیذارم، این برای تپ سواب اون برای چیزه، چون که به شما ارور میده. یه اروری برای شما میاد که اون پوشه های شما داخل تلگرام زیاد شده نمیتونید اد کنید. به خاطر همه رو داخل یه دونه پوشه میذارم و لینکشو میذارم راحت بتونید عضو بشید. که امروز برای چند نفری داخل اینستاگرام من پیام دادن که من اون لینک رو فرستادم. راه ارتباطی منم با شما بتونم باهاتون صحبت کنم یا ادمینا فقط دایرکت اینستاگرام. اینم از این قسمت دیگه، چیز خاصی نمیمونه. ماین کنید. در ساعت هم گفتم این فول انرژی رو بخوایم بزنید، من اینو یه از سریع بزنم. میبینید من 5 انگشتی میزنم به این صورت. 5 انگشتی اینطوری میکنم. خیلی جالبه، فکر کنم روش باحالی هم هست. شما هم این کارو کنید. 5 انگشتی میزنم، میبینید که با چه سرعتی، با چه سرعتی، توپاقای مستر وبی بود دیگه، با چه سرعتی ماین میشه. خب این وقتی تموم بشه میبینید، فکر کنید تموم شد. من بوستو میزنم، دیلیو میزنم، 9500 تا پر میشه. نکته جالب اینه
نمیتونی بعدی رو بری پشت سرش بزنی. 1 ساعت بعد ازش بگذره، نوشته 60 دقیقه. 1 سال بعد بگذره، بعد مجدد بیاین این رو بزنید. خب بس اینم از این شد. نکته پایانی و نکته خیلی مهم